یعنی شما چی؟ برای امت مسلمه بگویید خونبهای غفلت را از گوشهایشان بردارند. بگو برای اونها چی بگویم؟ اگر امروز محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم حضور ندارند، خاتم الانبیا سرور کائنات سردار دارن فرمودند العلماء ورثة الانبیا. من از علما خواهش میکنم، التماس دارم، دین را غریب نگاه ندارید. عالم باید به ترس باشد، عالم باید حراست نداشته باید، عالم باید فقط از رب العالمین بترسد. دین را همیشه قایم نگاه بدارید، چون محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم شما را معرفی کرده است العلماء ورثة الانبیا. وقتی که دانشمندان و اندیشمندان و نخبگان دین را میراث بران انبیا در رأس محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی کرده است، مسئولیت من و شما بسیار سنگین است. شما از قانون نترسید، شما از قانون الله